سلام. یه اصطلاحی اسپانی بدون بگم، چزوندن. میگن طرف چزوند. وای این بابا چقدر میچزونه در چزوندن. یاد بگیریم دا اینا خیلی کار بردیه. چزوندن یعنی هرس دادن. میگن طرف خوب چزوندش، یعنی خوب هرسش داد. همه نچزونی، همه هرس ندی. قشنگه چزوندن، نزنم به کسی. بعد یه اصطلاحی دیگه هم براتون بگم. اسپانیا به پدر زن، مادری زن، یعنی به پدر زن و مادر زن میگن، به مادر زن میگن خارسو، به پدر زن میگن بوسوره. خارسو بوسوره. خارسو بوسوره خیلی قشنگه. خارسو بوسوره، پدر زن مادر زن. پس اب بنویسیم اینا. یادت چزوندن یعنی هرس دادن. خارسو بوسوره هم چه دیگه میدونی.